شاید هر شب 7 ساعت بخوابی، سر وقت بخوابی، قهوه‌ام دیر وقت نخوری. حتی قبل از نصف شبم بری تو رخت خواب. ولی بازم صبح که بیدار میشی خسته، گیجی و اولین چیزی که دنبالش میگردی یه قهوه غلیظه. اعصاب خورد کنه نه؟ حالا قسمت عجیب ماجرا اینجاست. یه نفر تو ژاپن دقیقاً همین 7 ساعت رو میخوابه، اما صبح سر حال بیدار میشه، تمرکز داره، انرژی داره و انگار کاملا شارژ شده. راز کارش چیه؟ ژنتیک خاص؟ یه تشک جادویی؟ یا شاید ما کل این مدت اشتباه میخوابیدیم؟ توی این ویدیو میخوایم سراغ عادتهای خواب ژاپنیا بریم. اینکه چطوری فقط با 6 تا 7 ساعت خواب یه استراحت عمیق و با کیفیت دارن، در حالی که خیلی از ما 8 ساعت میخوابیم یا حتی خیلی بیشتر، ولی باز مثل زامبی از خواب بیدار میشی. نگران نباش، لازم نیست بری توکیو، لازمم نیست یه تشک از جنس پر قو بگیری. من تحقیقش رو انجام دادم و قراره 4 عادت خواب ژاپنیا رو ببینیم. عادتهایی که از نظر علمی هم پشتوانه دارن و میتونن حتی با خواب کمتر کمکت کنن صبح سر حالتر بیدار شی. عادت اول، اتاقتو خنک نگه دار. یه تحقیق بزرگ روی بیش از 2000 خونه در ژاپن نشون داد دمای اتاق خواب خیلی از ژاپنیا موقع خواب حدود 13 درجه سانتیگراده. حالا مقایسه کن با خیلی از کشورهای دیگه که دمای اتاق معمولاً بین 20 تا 22 درجه است. موضوع فقط راحتی نیست، موضوع مغزه. دانشمندان خواب میگن برای اینکه مغز وارد خواب عمیق بشه دمای بدن باید کمی پایین بیاد. وقتی اتاقت خنک باشه بدن راحت‌تر این کار رو انجام میده. امشب امتحانش کن. دمای اتاق رو کمی پایین تر بیار. یا پنجره رو باز کن یا از پنکه استفاده کن. در واقع داری به مغزت علامت میدی وقت تعمیر و استراحته. عادت دوم، تشک خیلی نرم همیشه بهتر نیست. خیلی از ما عاشق تخت خواب‌های نرم و ابری هستیم، اما ستون فقراتت یه چیز دیگه میخواد. حمایت، نه فقط نرم بودن. توی ژاپن خیلی‌ها روی فتون‌های سنتی میخوابن. تشک‌های نسبتاً سفت که روی حصیرهای مخصوص قرار میگیرن. شاید اولش عجیب به نظر برسه، اما کمک میکنه ستون فقرات صافتر بمونه و فشار روی بدن کمتر بشه. نتیجه، خواب عمیق‌تر و بیدار شدن‌های کمتر وسط شب. گاهی یه تغییر کوچیک نتیجه خیلی بزرگی داره. عادت سوم، حمام گرم قبل خواب. اینجاست که ژاپنیا واقعا حرفه‌ای عمل میکنن. قبل خواب یه حمام گرم میگیرن. شاید بگی حمام گرم که بدن رو داغ‌تر میکنه. درسته، اما بعد از حموم دمای بدن سریعتر پایین میاد و مغز این افت دما رو به عنوان نشونه خواب دریافت میکنه. انگار دکمه خواب و فشار دادی. پس امتحان کن. حدود 1 تا 2 ساعت قبل خواب یه دوش حتما بگیر. بدنت آروم میشه، ذهنت هم آماده خواب، بدون نیاز به اسکرول کردن تو گوشی. عادت چهارم، قبل خواب از صفحه نمایش فاصله بگیر. گوشی، تبلت، تلویزیون همشون یه مشکل مشترک دارن. نور آبی. این نور باعث میشه ترشح ملاتونین کمتر بشه، همون هورمونی که به بدنت میگه وقت خوابه. برای همین وقتی تا آخر شب تو گوشی هستی مغزت فکر میکنه هنوز روزه. پس یه قانون ساده بذار. حداقل 1 ساعت قبل خواب از صفحه نمایش فاصله بگیر یا حداقل نورش رو کم کن و به جاش موسیقی آروم یا پادکست گوش بده. خلاصه ماجرا، از امشب میتونی این کارا رو امتحان کنی. اتاق خنک‌تر، حمام گرم قبل خواب، تشک سفت و محکم، کنار گذاشتن گوشی قبل خواب. هیچ کدوم از این تغییرات عجیب و بزرگ نیستن، فقط چند اصلاح کوچیکن، اما وقتی کنار هم قرار میگیرن میتونن خواب عمیق‌تر و انرژی بیشتر و ذهن شفافتری برات بسازن. چون خواب خوب فقط برای رفع خستگی نیست، روی تمرکز، حال روحی، انرژی و کل عملکرد روزانت اثر میذاره. حالا نوبت توه. امشب قراره کدوم یکی از این عادت‌ها رو امتحان کنی؟ و اگه این ویدیو کمکت کرد برای کسی بفرستش که از خسته بودن همیشگی خسته شده. همه چیز از درون شروع میشه و اینجا درونیکاست، جایی برای ساختن یه توی جدید. اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم لایک کنید و کانالمو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدایار و نگهدارتون.